گل و سنبل و طرفین چمن و قلقل قمری که دیگر چنچه بلبل به عشق گل گلشن شده سرمست غزل خوان گهی ناله و افغان گهی واله و حیران برو سوی گلستان نظری کن به سر برگ درختان به مرغان خوش الحال اله جانم سنه قربان و تشویش و دل ریش مرو دور بیا پیش ای دل نادان به به نه عجایب نه غرایب نه گذرسن بیه یار موافق شدم همدم به نامت محمد لقبش احمد و محمود ابوالقاسم خیرالبشر سید کونین نبی هم شه تخت سلومی که بود حیدر صفدر تشویش با دل ریش مرو دور بیا پیش یا ای دل نادان به به نه عجایب نه غرایب نه گذرسن بیه یار موافق شدم همدم به نام از محمد لقبش احمد و محمود ابوالقاسم خیرالبشر سید کونین نبی عم شه تخت سنونی که بود حیدر صفدر وحی احمد و مرسل ابوالمجن مقدار علی عالی اعلاز قد قامت رعنا که بود قدرتی یزدانی با حرکت از نو در خدمت شما دوستان خوبم هستیم. این روزهای پر از خیر و برکت رو مجددا خدمت همه شما بزرگواران تبریک عرض می‌کنم و امیدوارم که هرچه از رحمت و برکت این روزهاست شامل حال شما عزیزان باشه. اما همونطور که شاهد بودید در مورد ورزش سالمندان در برنامه امروز خودمون صحبت کردیم. سالمندی هم یک دوره‌ای از زندگیه که مخصوصا بعد از 60 سالگی بدن با یه سری مشکلات فیزیولوژیکی روبرو میشه که غیر قابل اجتناب هم هست، اما تحرک و فعالیت بدنی میتونه این مشکلات رو کاهش بده. اون چه که مهمه حمایت خانواده ها از سالمندان عزیز هست که امیدوارم این اتفاق بیفته و هرچه بیشتر و بیشتر شاهد اون حمایت و پشتیبانی باشیم که خوب از سالمندان صورت بگیره. به هر حال سالمندان عزیز پدر مادرای ما، بزرگترای ما، پدر بزرگا و مادر بزرگا برکت زندگی ما هستن و امیدوارم این اتفاق بیفته. اما به مناسبت میلاد حضرت رسول اکرم و امام صادق علیه السلام برنامه‌های مختلفی اجرا شد. تجلیل از ورزشکاران که یکی از برنامه‌ها مربوط میشه به سازمان بسیج، تجلیلی که سازمان بسیج از ورزشکاران خودش به انجام رسونده. اگر موافق باشید یک بخشی از این برنامه رو با هم می‌بینیم، در خدمت شما هستیم. مراسم تجلیل از نخبگان ورزشی با حضور رئیس محترم مجلس در مجمع ورزشی آدینه برگزار شد. حقیقت امر اینه که 50% جامعه تشکیل شده از بانوان اون جامعه و اینکه اساس و بنیاد تربیت و فرهنگ یک جامعه رو در حقیقت بانوان و مادران اون جامعه پیریزی میکنن و اگر یک خانم بتونه مبنای خوبی برای زندگیش داشته باشه، همونطور که در سایر ابعاد زندگی، حالا فعالیت‌های روزمره زندگی، مطالعات روزمره‌اش و حالا کلیه فعالیت‌های روزمره‌ای که داره، بتونه فرهنگ ورزشی رو هم ایجاد بکنه، هم به لحاظ اینکه انرژی منفی رو از خودش دور کرده و سلامتی جسمی و روحی رو برای خودش به ارمغان میاره،
همین شور و نشاط رو میتونه در دامن خانواده پرورش بده. در واقع حالا ما با توجه به حضور تیم‌های ملیمون در مسابقات برون مرزی که مقایسه‌ای می‌کنیم بین حالا وضعیت ورزشی کشورمون، بانوان ایرانی پتانسیل خیلی بالایی دارن، خیلی پتانسیل بسیار خوبی در زمینه‌های مختلف ورزشی دارن و این پتانسیل رو ما باید، این قوه بالفطره رو باید به فعل تبدیل بکنیم و نسبت به چند سال پیش ورزش جامعه ما خیلی رشد کرده. یعنی از نظر حرکتی ما خب در سالهای قبل، در دهه‌های قبل خیلی فقر حرکتی داشتیم توی بخش بانوان، ولی الان می‌بینیم که به لحاظ سلامتی و به لحاظ ورزشی و هم به لحاظ قهرمانی داریم به غنای فنی میرسید توی این بخش. من 12 ساله که کاراته کار میکنم، 4 سال عضو تیم ملی هستم و تقریبا نزدیک 8 ساله که افتخار دارم با سپاه و بسیج کار کنم. به خاطر مدالایی که توی سپاه و مسابقات بسیج کسب کردم، سرداران سپاه لطف کردن منو به عنوان نخبه سپاه معرفی کردن 4 سال متوالیه. نخبه یعنی چی؟ نخبه خوب یعنی توی یه سری جمع قهرمانان، به قول خودمون قهرمانان. بعد بفهمن که اینکه حضور پیدا می‌کنید در کنار نخبه‌های دیگه ورزشی، حالا بزرگان دیگه ورزشی که هستن مثل بهداد سلیمی، حمید سوری، هادی طباطبایی، چه حسی داره؟ خب خیلی حس خوبیه. من باعث میشه که یه حس نقصان و کمبود توی خودم احساس کنم. من همیشه سعی کردم خودم رو به سری الگوها برسونم، حالا توی رشته ورزشی خودم، و این باعث میشه که من هر روز تلاشمو بیشتر کنم تا بتونم یه روزی جا پای این افراد بزرگ بذارم. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما بینندگان عزیز. واقعا مراسم خیلی خوبی بود. توجه همه به ورزشکارا وجود داره، به نخبه‌ها وجود داره و این نشون دهنده این هستش که ما برای پیشرفت داریم قدم برمی‌داریم و یه انگیزه هست برای تمام جوانایی که حتما توی هر زمینه‌ای که هستن بتونن نخبه باشن، برای اینکه نخبه بودن اونها، قهرمان بودن اونها باعث بالا رفتن ایران عزیزمون میشه. ولی در قیاس با گذشته سطح خیلی خوبی داره، ولی واقعا اینجا جایگاه خانم‌ها نیست و خیلی بالاتر باید باشه و امیدواریم که با برنامه‌ریزی که تو هر زمینه میشه، زمینه علمی، زمینه ورزشی میشه، امیدواریم که سطح خانم‌ها بالا بره که ارزش خیلی زیادی داره و در واقع نشون دهنده اون بطن و متن خانم‌های ایرانی میشه، برای نشون دهنده برای کشورهای دیگه. میلاد با سعادت پیامبر صلی الله رو خدمت جامعه اسلامیمون تبریک و تهنیت عرض میکنم. امیدوارم راهنمودهای مولامون همیشه راهنمای زندگی ما باشه انشاءالله. این ایام فرخنده رو خدمت تمام مسلمانان عزیز، مخصوصا ورزشکاران، مخصوصا کاراته‌کارا تبریک میگم. تبریک عرض میکنم خدمت ملت بزرگ ایران، میلاد پیامبر عزیزمون رو و همچنین امام صادق رو که ایشون از نخبه‌های علمی جهان بودن، جهان اسلام بودن و ما واقعا باید به این عزیزان نگاه بکنیم، توجه بکنیم و راه اونا رو ادامه بده بکنیم که به جای خیلی بزرگی میرسیم و الگوی ما باید این عزیزان و این بزرگان باشن.
خب این بخش رو همراه هم دیدیم، مربوط به همایش و برنامه میشد که از سوی سازمان بسیج تدارک دیده شده بود برای تجلیل از ورزشکاران نخبه و قهرمانان ورزشی بسیجی ما که امروز هم توی برنامه حرکت از نو ما میزبان یکی از افرادی هستیم که توی این مراسم ازشون تقدیر و تجلیل شده. سرکار خانم رحمانی، ورزشکار نخبه سپاه در رشته کاراته که از طرف تربیت بدنی سپاه محمد رسول الله معرفی شدن و امروز در برنامه ما حضور دارن، و سرکار خانم حسینی که خودشون بیشتر در مورد سوابق ورزشی خودشون صحبت میکنن. سلام عرض میکنم خدمت شما. سلامت باشید. ما عرض ادب و سلام داریم خدمت حضرت علی و بینندگان عزیز. سلامت باشید. و ایام رو تبریک عرض میکنم خدمتتون. برنامه سپاه محمد رسول الله هر ساله برگزار میشه. تعدادی از نخبگان شناسایی میشن، به بسیج معرفی میشن و طی برنامه‌ای که هر ساله برگزار میشه تشویق میشن. درسته که امسال هم ما یک گزیده‌ای از این مراسم رو برای بینندگان عزیز پخش کردیم. خب خانم حسینی، بیشتر در مورد خودتون بگید، در مورد سابقه ورزشی خودتون، در مورد اینکه خودتون ورزشکار هستید یا نه. خواهش می‌کنم. من حدود 18 سال کاراته کار میکنم. قبل از کاراته سلاح‌های سرد رو کار میکردم، قهرمان سلاح‌های سرد بودم. بعد به طرف کاراته اومدم، 18 سال کار میکنم، از قهرمانان آسیا و جهان هستم. مربی کاراته هم هستم. درست. از چه سنی ورزش رو شروع کردید؟ میشه گفت از بچگی، چون علاقه خاصی به ورزش داشتم. از آمادگی جسمانی شروع کردم، ژیمناستیک کار کردم، رفته آمادگی جسمانی و سلاح‌های سرد و نهایتاً هم کاراته. درسته. خانم رحمانی، شما هم یه سلام علیک با بینندگان عزیز داشته باشید، بعد در خدمتتون هستیم. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت بینندگان محترم و این ایام فرخنده رو خدمت شما و تمام بینندگان مخصوصا ورزشکاران تبریک عرض می‌کنم. سلامت باشید. خیلی خوش اومدید به برنامه ما. خانم رحمانی، قبل از اینکه حالا در مورد سوابق ورزشی خودتون توضیح بدید، شما یکی از افرادی بودید که توی این مراسم مورد تجلیل قرار گرفتید. در مورد رشته‌ای که شما خودتون منتخب شدید به عنوان نخبه ورزشی و در مورد فعالیت‌هایی که انجام دادید و به خاطر اون به عنوان یک نخبه ورزشی شناخته شدید، یه توضیح بفرمایید. من 4 ساله که عضو تیم ملی کاراته هستم. نزدیک 13 ساله که این رشته رو شروع کردم و کار میکنم. تقریبا نزدیک 6 ساله که افتخار دارم با سپاه محمد رسول الله کار میکنم و عضو تیم مقاومت بسیج هستم و به خاطر همین فعالیت‌ها بوده که افتخار داشتم نخبه سپاه بشم. درسته. پس شما از سنین پایین ورزش رو شروع کردید خانم رحمانی، درسته؟ از همون اول ورزش کاراته رو انتخاب کردید؟ بله، من چون مادرم مربی درجه 1 بودن، ناخودآگاه بالاخره گرایش من به سمت سوی کاراته بود. از همون ابتدا رشته اصلی من کاراته بود. شما مادر خانم حسینی مادر شما هستن؟ خب خیلی هم من اصلا نمیدونستم خانم حسینی، الان که با نگاهشون اشاره کردن نه متوجه شدم. خب پس حتما همینطور بوده، حمایت شما باعث شده که خانم رحمانی به عنوان یک نخبه ورزشکار معرفی بشن و انشالله بتونن در آینده موفقیت بیشتری کسب کنن. درسته؟ همینطوره. من خودم زمانی که کاراته رو شروع کردم زیر نظر استاد بزرگشون مستور بک شروع کردم و بر صورت ایشون استاد بزرگی هستن. کمک هایی که استاد کردن به زکیه جان این باعث شد که بتونن موفق باشن. درسته. پس هم استاد که آقای فرمودی خانم مستور بک، خانم مستور بک که استاد خودتون هم بودن، استاد دخترتون هم هستن. درسته. پس خیلی خوب میتونین شما تو ورزش دخترتون راهنمایی کنید. درسته. خب خانم حسینی، قبل از اینکه بخوایم در مورد ورزش حمایت خانواده ها، چون این بحث پیش اومد، در مورد حمایت خانواده ها از ورزش فرزندانشون صحبت کنیم، در مورد استقبال بانوان شما بیشتر واقع پسی در مورد استقبال بانوان بسیجی از عرصه‌های مختلف ورزشی صحبتی داشته باشیم. خوشبختانه طی سالهای گذشته از زمانی که استاد یزدانی تشریف آوردن سازمان ورزش بسیج کشور و جناب آقای سرهنگ رنجبر تشریف آوردن تربیت بدنی سپاه، یه تحول عظیمی تو این راستا صورت گرفت و این باعث شد که جذب نیرو و جذب خواهران بسیجی به سمت ورزش‌ها به توجه به اینکه حمایت خاص می‌شد از بچه‌های بسیجی خیلی زیاد شده و این باعث افتخاره وقتی که
الان استاد یزدانی خودشون دانه 7 تکواندو هستن. بعد توی تربیت بدنی سپاه استاد رنجبر خودشون دانه 7 کاراته هستن. یعنی با ورزش آشنا هستن، غریبه نیستن. معمولا گاهن توی ورزش بسیج کشور یا سپاه معمولا بیشتر نیروی رسمی کارو هدایت میکنن که سررشته از ورزش ندارن. اما شانسی که بانوان بسیجی آوردن، هر دو بزرگوار خودشون ورزشی هستن، کار میکنن و این باعث شده که اهمیت زیادی ورزشکاران داده بشه و بتونن جذب نیرو داشته باشن. درسته. چه رشته‌هایی بیشتر حالا مورد استقبال قرار میگن یا خودتون چه رشته‌هایی رو دارید که حالا ما الان تو ورزش بسیج کشور و سپاه تهران تقریبا همه رشته‌های روز رو داریم کار میکنیم. دفاع شخصی، وشو، کاراته، تکواندو، آمادگی جسمانی، کبدی، یعنی رشته‌هایی که الان توی بورس هستن همه دارن کار. درسته. یعنی رشته‌ای که بیشتر مورد استقبال قرار میگیره همین رشته‌ها هستن. درسته. خب خانم رحمانی، شما بذارید یه مقدار از فضای بسیج هم بیرون بیایم، در مورد حجاب ورزشکاران ایرانی صحبت کنیم. شما خودتون یک خانم بسیجی هستید که با حجاب بانوی اسلامی توی مسابقات شرکت میکنید و من میخوام بدونم نظر شما رو در مورد حجاب بانوان ایرانی در میادین مختلف ورزشی که شرکت میکنن که البته افتخارات رو هم به همراه داشته، در این مورد نظرتون چیه؟ خب حجاب و ورزش و مسابقه به نظر من هیچ منافاتی با هم دیگه نداره. اصلا ما توی مسابقات برون‌مرزی شرکت میکنیم به خاطر اینکه حجاب به تمام کشور، مخصوصا کشورهای اروپایی ثابت کنیم، بگیم حجاب ما چیزی از ما کم نمیکنه، بلکه باعث افتخار و بزرگی ما میشه. حالا اگه توی مسابقه هم با حجاب ما مشکل داشته باشه، ما ترجیح میدیم توی اون مسابقه شرکت نکنیم و مدال حجاب رو کسب کنیم تا مدال قهرمانی. مثل همین مسابقات اخیر که مسابقات جهانی اسپانیا بود و به خاطر مشکل حجاب ما نتونستیم به این مسابقات اعزام بشیم و به این حرکت خودمون افتخار میکنیم. بله قطعا همینطور، همه ما هم افتخار میکنیم. برنامه آیندهتون چیه برای شرکت در مسابقات؟ برنامه خاصی دارید؟ برنامه آیندهم فعلا هدف اصلی من شرکت توی مسابقات المپیک آسیایی کره است و امیدوارم بتونم به این مسابقات اعزام بشم ان شاءالله. شما خودتون عضو تیم ملی هستید؟ بله. درسته. این انتخابی تیم ملی برگزار شده برای مسابقات یا اینکه هنوز؟ بله، انتخابی تیم ملی که سال گذشته برگزار شد، انتخابی نهاییش توی شهریور ماه بود که برای همین مسابقات جهانی اسپانیا بود که من انتخاب شدم، ولی به خاطر مشکل حجاب ما اعزام نشدیم به این مسابقات. ان شاءالله که موفق باشید، سلامت باشید. خانم حسینی، یه مقدار بیشتر در مورد مسابقاتی که حالا در سازمان بسیج در بسیج ورزشکاران برگزار میشه توی سطح ملی و اینکه ما می‌خوایم بدونیم از طرف بسیجیان ما اعزام بین‌المللی هم داریم یا نه. درسته. الان بسیج کشور تیم تشکیل داده توی مقاومت توی لیگ کشور. این باعث شده روند کار بچه‌ها روز به روز به حالت رکود بره. سیر سعودی رو طی کنه. این باعث شده که ما الان امسال که تیم ملی امارات ما مسابقات آسیایی داشتیم، 4 نفر از بچه‌هامون 3 نفر توی کاتای تیمی، 1 نفر هم توی کاتای انفرادی شرکت کردن تو مسابقات تیم ملی. درسته. برنامه‌ای هم که داریم الان ما 11 مسابقات سپاه رو داریم. جشنواره ریانت النبی هست که از همه رشته‌ها دعوت شده در سطح سپاه تهران شرکت می‌کنن و بسیج کشور هم برنامه‌اش از ابتدای سال شروع کرده و با دفاع شخصی و انشالله تنیس روی میز پایان پیدا میکنه انشالله. پس بنابراین برنامه‌های خیلی خوبی هم دارید در زمینه ورزش. انشالله که ما شاهد این باشیم که ورزش بانوان بسیجیمون هم همونطور که این روند صعودی رو شما فرمودید داره همچنان داشته باشه و این روند صعودی رو طی کنه. خیلی ممنونم از شما، خیلی زحمت کشید، حضور پیدا کردید، محبت دارید. اینکه حمایت میکنن مسئولین سپاه و ورزش از بانوان باعث میشه که ما پتانسیل خیلی خوبی داریم توی بسیجیان. انشالله اگر حمایت بشن یقینا تیم ملی کاراته ایران همه بسیجی خواهند بود. انشالله که همینطور باشه. خیلی ممنونم، خیلی لطف کردید در برنامه امروز حضور پیدا کردید. یه بخش آماده پخش فکر می‌کنم در مورد همون دربی، بخش دوم دربی پایتخت باشه مربوط به مسابقه دیروز. اگر موافق باشید همراه هم می‌بینیم کم کم بدن خودمون رو گرم می‌کنیم برای ورزش ایروبیک آقای حامدیان که حضور پیدا کردن الان آماده هستن، منتظر شما. با هم می‌بینیم این بخش رو، در خدمت شما هستیم.